خوجگی دهخانی یارمحمد واقع در ناحیه کوشانون از زمره خوجگی‌هایی است که با استفاده از دانش و تجربه زمانوی در داخل گرمخانه و هوای کوشاد پرورش قلفینای را به راه مانده است. در خوجگی مذکور اساساً نوع فستیوال و قسمت ترکی و کریگی قلفینای که تمام مزه قلفینای‌های محلی را دارد کشت گشته است. اصول پرورش نیز زمانوی بوده با استفاده از پلیونکا و آبیاری قطرگی به راه مانده شده است. بعضی اصول‌های پیشترش خیلی که گفتم میشنوندن همین چیزا به راه ماندگی بدن، فقط اونها یک موسم کوتاه تخمینا یگان 2 هفته یا ممکن یگان 3 هفته حاصل جمع‌آوری می‌کردند و تمام میشد حاصلشو. برای همین این اصول‌های جدید خیلی برای ما خراجاتمون هم کم کرد، هم مدت زیاد ما چیندیم مثال حاصل، هم دویم بازار ما بگیم که از جهت محصولات تر تازه وطنی تامین شد و هم دهقان هم در این حالت با زیادتر فایده میکنه. باد و هوایی وضع می شود. از این رو دهقانان اصول کار و پرورش را تغییر می دهند. محض اصول نو و معاصر پرورش با ما امکانیت می دهد تمام فصل سال میوه شهدبار قلفینای را از بوتش کنده و طعم و لذت آن را چشیده باشیم. بسیار بوی خوش و لذت ناتکرار دارد. بیننده عزیز ببینید حالا ما حمایه است، اما همان نهالان قلفینای پربار است و سرحاصل. باید گفت که خوجگی مذکور در اختیار خود بیش از 4 هکتار زمین داشته در میدان 40 سوتیق پرورش 3 نوع قلفینای را به راه مانده است. 18 سهمدار خوجگی همه روزه از پی نگاهبینی نهال‌های و جانوری و به فروش گذاشتن حاصل پخته رسیده قلفینای گشته تلاش میکنند با این وسیله هم روزگار خود را پیش برند و هم در فراوانی بازار سهم گذار باشند. با اصول‌های جدید با مانند چابک کردن و با زمین نرم کردن میشود یا همش قریب که ایبین میروند. ما بالای زمین ده پلیونکا سلافان یعنی کشیدگی هستیم که هم خودی نمیره نگاه میداره در خود، هم بعضی علفای بیگانه مثل نم سبزه با زمین هم سخت نمیشه در همین حالت. خیلی کاری ما رو سبک میکنه همین حالتای کار. بعد دیگه برتریش هم همین که خیلی گفتیم بالای همون جویکی زمین ده مثل جویکای گرفتگی ده ما سلافان کشیدگی هستیم. خودی همین قلفینای وقتی که مثل حاصل تیار شدن میگیره در جای تازگی کلان میشه و میپزه سرخ میشه، از خاک لای در امین میماند. با گفته خوجگی دار پرورش قلفینای با استفاده از پلیونکا خوب است، زیرا در برابر آسان گرداندن کار دهقان همچنین صفت محصولات را خوب و بزرگگذر نگاه می‌دارد. غذاتی را آسان میکنه. ما با یک وقتی آب میمونیم آب میروه هم زمین نم میکنه، در این حالت داخل گرمخانه خیلی پر میشه. نمیگری که زیاد شد ما بخواهیم نخواهیم البته از زیان خش نمیگری میرسونه. برای همین آبیاری قطرگی وقتی که مثلا شما اگر اهمیت دادگی باشین اما آب یک مقداری معین میمونه، نمیگری زیاد نمیشود. دیده که نمیگری کم است یگان معما نیست. با میتونین که فردا یا که مثلا پلاگش مثلا یا که روز دیگر از نو با آب میمونه با خاطر نمناکی را تامین کردن. خوجگی مذکور در برابر پرورش و استحصال قلفینای همچنین کوچت‌های نوهای منطقه آب گشته و حاصل خیز را آماده کرده و دیگر دهقانان و کشاورزان دسترس مینمایند. نیت دارند آینده نوهای گوناگون دیگر را هم وارد ساخته در تمام فصل سال بازارهای مملکت را با میوه قلفینای تامین گردانند.